من میخواستم یه چیز دیگه هم بگم که اینکه ما الان فعلا نباید بیکار بشینیم، نباید کاری کنیم که مثلا برای جمهوری اسلامی الان داره عادی جلوه میده، این همه آدم رو کشت و راه انداخته، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد. نه، این درست نیست. عدالت باید اجرا بشه. پس ما نباید همینجوری بگیریم بشینیم و خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم همینجوری قصر در برن. نباید قصر در برن، فرار کن. برای این از هر چی میتونیم باید استفاده کنیم، از همین الان باید شروع کنیم. آمریکا رو ولشون کنیم، اونا دنبال مذاکره، و ما دنبال مذاکره ایم. ما میخوایم مذاکره کنیم. مگه ما مذاکره از کیلو چنده؟ برای همین ما باید مسلح بشیم. ما باید مراکز دولتی، مراکز این نظامی ها، اداره پلیس، پاسگاه، همین مراکز نظامی هایی که مثلا مسلحه نگر میدارن، اونجا رو باید تصرف کنیم و سلاح جمع کنیم و سلاح برای خودمون برداریم. نارنجکه، آرپیجیه، یا مثلا مهمات فشنگ و اینجور چیزا، تیر و اینجور چیزا. و اینکه جلیقه‌های ضد گلوله، هر چی که چیزه برای محافظت انسان لازمه. کلاهای مثلا سربازی، اینجور چیزا. و خب و اینکه خب اگر تانک آوردن یا مثلا نفر برای دوشکا آوردن، باید هم مقاومت کنیم، هم این که تهاجمی و استراتژی چیز بزنیم. استراتژی و تاکتیک خیلی مهمه، برای که هم تلفات ندیم یا اینکه که آدم کمتر تلفات بده. بعضی موقع هم هست که با این استراتژی ها خب پیروز میدان میشی، پیروز نبرد میشی. برای همین باید این کارها رو باید بکنیم. و اینکه لوازم های جعبه کمک های اولیه هم خیلی مهمه که با خودمون برداریم. اینا خیلی مهمه. و طرف که مثلا چاقو میکشه، من دیده بودم دیگه، چاقو کشیده بودن، حرومزاده‌های لعنتی چاقو کشیده بودن. از هر چیزی میشه استفاده کرد. بالاخره همه کمربند هم دارن دیگه، کمربند دیگه. آدم نباید خودشو بندازه جلو، که چون اون بی همه چیزای لعنتی آشغال چاقوی نظامی آمریکایی داشته بودن، چاقوی از این نظامی بزرگ، سایز کوچیک هم نبودن، از سایزهای بزرگ بودن. برای همین میگم نظامی. چی بگم؟ آره، از کمربند، از لباس میشه استفاده کرد. حتی لباس های کت و کلفت و کاپشن و اینجور چیزا. بالاخره دیگه خودتون دیگه تصور کنید دیگه، با اینجور چیزا میشه چیکار کرد دیگه. حالا منظورم میگه شلوارتون رو نمیخواد در بیارید، فقط لباساتون رو موقع هنگام اینجور چیزا، موقع همین چیزا. و اینکه باید مسلح بشیم. آمریکا هم که معلوم نیست چی به چیه، کی به کیه. اینا اصلا بابا، اینا نمیخوان عدالت رو اجرا کنن. ما خودمون باید به فکر خودمون باشیم. اینم دنیا ثابت کرده دیگه. اومدن اینجا وایستادن مثل ماست تو آبا، همینجوری شناور، همینجوری دارن برای خودشون تلاطم دیگه، تو تلاطم دارن همینجوری برای خودشون شنا میکنن دیگه. بابا ما مردم ایران به کمک شما نیاز داشتیم که شما رو چیز کردیم، احضار کردیم دیگه. وگرنه اینجوری اگه خودمون میتونستیم، خب برای چی کمک شما رو میخواستیم؟ خب برای چی که این همه پول خرج کنین تا اینجا بیاین؟ امکان داره بزنه یا نزنه، ولی خب ما هم که نمیتونیم بگیریم بشینیم. خب ممکنه مثلا 1 ماه بعد بزنه، 10 ماه بعد بزنه، 1 سال بعد بزنه. خب این باعث میشه چی؟ جمهوری اسلامی این باعث میشه که جمهوری اسلامی بره تجدید قوا کنه، یا بره با تانک بیاد، دوشکا بیاد، تیربار بیاد، مسلسل بیاد، اینجور کوفت زر مارو دیگه. و
تجدید قوا یعنی که مثلا میره قوی تر برمیگرده دیگه، میره با نیروهای بیشتر برمیگرده. در حقیقت همینه، تا بودم همین بود. پس نباید به دشمن و حل دشمنی باشه، نباید فرصت بهشون بدیم، نباید فرصت تنفس هم بهشون بدیم، باید کارشون رو یکسره کنیم برای همیشه، تا دنیا روی آرامش داشته باشه و زندگی به خودش برگرده. زندگی های خوب باید برگردن. زنده باد کشورمون ایران و پرچم اصلی شیر و خورشیدمان. پاینده باد رضا شاه پهلوی. 1404 و 11 بهمن ماه، ساعتم 4:45. امروز هم که شنبه است دیگه، سر صبح دیگه، میخواد صبح بشه دیگه.